نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر به آن و عمل به این آیات زیباتر از روزها و لحظه های گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما و شما عزیزان منت گذاشت تا در 200مین برنامه از مجموعه برنامه‌های حفظ قرآن کریم در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در ادامه مسیر حفظ آیات کلام الله مجید از ابتدای قرآن کریم تا سوره مبارکه مؤمنون به آیه 50 این سوره مبارکه رسیدیم. در آخرین برنامه که خدمت شما عزیزان و سروران بودیم و در برنامه امروز هم بیاری الله متعال تا جایی که وقت برنامه اجازه بده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و آیات دیگری از سوره مبارکه مؤمنون رو به همراه شما عزیزان تلاوت خواهیم کرد. ترجمه معانی آن آیات رو با هم تدبری خواهیم داشت و سعی می‌کنیم در فاصله این برنامه تا برنامه پیش رو آنچه که در این برنامه مطرح میشه و میخوانیم و تلاوت میکنیم رو هم به گنجینه آیاتی که در برنامه‌های گذشته حفظ کردیم بیافزاییم، با این امید که بتوانیم به این آیات هم عمل کنیم ان شاء الله آنگونه‌ای که به آیات گذشته عمل نموده اید شما عزیزان و سروران. میان برنامه کوتاه خواهیم دید، باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با درس 200مین برنامه حفظ قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آیات 51 به بعد. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. و اموال خود را در میانتان به ناحق نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما می‌دانید که این کار گناه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما
صفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، در برنامه‌های گذشته آخرین برنامه‌هایی که خدمت شما عزیزان و سروران بودیم در سوره مبارکه مؤمنون آیات ابتدا تا 50 این سوره رو به تلاوت گرفتیم و در مفاهیم این آیات به همراه شما عزیزان تفکر و تدبری داشتیم و دیدیم که چگونه الله متعال بعد از ذکر صفات مؤمنون در سوره مبارکه مؤمنون به دلایل عظمت و قدرت خود در خلقت انسان و آسمان ها و زمین اشاره فرمود، سپس داستانهایی رو برای ما ذکر فرمود از تاریخ امتهای گذشته. از نوح علیه السلام برای ما ذکر فرمود و داستان حکایت دعوت ایشان و تعامل قوم نوح علیه السلام با آنها و چگونه به هلاکت رسیدند. سپس اشاره شد قوم ثمود با پیامبر صالح علیه السلام و سرانجام تمرد این قوم و هلاکت آنها و همچنین الله متعال اشاره فرمود به داستان مختصری از داستان موسی علیه السلام و هارون علیه السلام و همچنین در ادامه الله متعال اشاره فرمود به مریم آن بانوی بزرگوار و فرزند نازنینش عیسی علیهم السلام. در ادامه آیات در آیه 51 الله متعال بعد ذکر عده‌ای از انبیای الهی و مختصری از دعوت آنان خطاب به انبیای الهی می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یا ایها الرسل، ای پیامبران من. الله متعال می‌فرماید که من پیامبران خودم رو خطاب قرار دادم و با آنها گفتم ای فرستادگان من، یا ایها الرسل کلوا، بخورید، من الطیبات، از آنچه که پاک است، آنچه که پاکیزه است، حلال است برای شما، و اعملوا صالحا، و عمل صالح انجام بدید، انی بما تعملون علیم، همانا من به آنچه شما انجام میدهید بسیار آگاهم. این آیه درس های زیادی رو در بر داره و معانی والایی رو. خطاب به پیامبران الهی است، انسان هایی که در تقوا، عبادت و زهد الگو هستند، امامند در تاریخ بشر. ای پیامبران من، کلوا من الطیبات، بخورید از آنچه که حلال است برای شما. اولین چیزی که در این آیه مطرح میشه رد این ادعای باطله که پیامبران نباید چیزی بخورند. بعضی ها تعجب میکردن ولی هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میگفتن این چه پیامبریه که غذا میخوره و راه میره در بازارها. و یاکل، همچنین در همین سوره خواندیم که میگفتن یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون، این چه پیامبریه که میخوره از آنچه شما میخورید و مینوشه از آنچه که شما مینوشید. الله متعال میفرماید که پیامبران انسان‌هایی به مانند شما بودند. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، از خود قوم انتخاب کرد و از زبان اونها. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، قبل از تو ای پیامبر من نفرستادم مگر انسان‌هایی رو، مردانی رو. انما انا بشر مثلكم، رسول الله علیه السلام فرمود من انسانی مثل شما هستم. انسان بودن پیامبران این ویژگی رو به اونها میده که الگو باشن برای ما. و لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، الله متعال منت گذاشت بر مؤمنان وقتی که پیامبری از جنس خود اونها برای اونها انتخاب کرد. چون پیامبر انسان است، چون میخوره و مینوشه، چون مثل من و توی بیننده
اون هم جسمی داره، نیازهایی داره. این پیامبر گرسنه میشه، این پیامبر تشنه میشه، این پیامبر بیمار میشه، این پیامبر مورد تهدید قرار میگیره، این پیامبر جسمی داره که این جسم میمیره، این پیامبر نیازهایی داره مثل نیازهای من و تو. پس میتونه چون انسان الگویی باشه برای من و تو، چون اون هم مثل منه، من و تو رو درک میکنه، نیازهایی داره مثل نیازهای من و تو، ازدواج میکنه، فرزند داره، نیاز به همسر پیدا میکنه، نیاز به فرزند داره، نیاز به کمک اطرافیان خودش داره. این پیامبر الله متعال میفرماید پیامبران انسانهایی بودن. کلوا من الطیبات یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، بخورید. پیامبران میخوردن، میآشامیدند. انسانهای فرابشری نبودن، انسانهای ملکوتی نبودن، صفات الوهیت داشته باشن. این یک. دوم، کلوا من الطیبات، میخوردن از آن چه که برای اونها حلال است. اینطوری هم نیست که شما فکر بکنید که زهد و عبادت و تقوا در این خلاصه میشه که انسان پاکی ها و لذت ها و نعمت های دنیا رو یک گوشه بگذاره و بره در غاری اونجا ریاضت بکشه و بر خود حرام بکنه آنچه که لذت بخش است از حلال ها. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کی حرام کرده؟ بگو کی حرام کرده آنچه که الله متعال برای شما قرار داده از زینت دنیا، حلال دنیا و از روزی‌های حلال. اینها حرام نیستند. اسلام با این تفکر که انسان بره در گوشه‌ای بنشینه و بر خود حرام بکنه آنچه که الله تعالی برای او حلال کرده، با این مخالفت میکنه، مبارزه میکنه. مرد اون کسی است که در جامعه باشه، مثل انسان‌های دیگه زندگی میکنه، استفاده میکنه از نعمت‌های الله متعال، اما کنترل میکنه شهوتش رو، اما کنترل میکنه نفسش رو، استفاده میکنه. کلوا من الطیبات. انبیا هم استفاده میکردن از نعمت‌هایی که پیش اونها بود. اگر غذای زیبایی، غذای خوبی گیرشون میومد میخوردن، استفاده میکردن. اگر میوه خوبی گیرشون میومد استفاده میکردن، رد نمیکردن. و آنچه که حلال است معانی وسیعی داره. حلال معنای وسیعی داره. آنچه حرام شده در شرع بسیار کمتر از آن چیزی هست که حلال قرار داده شده. آنچه که حرام شده بسیار انگشت شمارن. آنچه رو که الله تعالی حرام کرده بر اساس حکمت‌هایی، آنچه که ضرر میزنه به بدن، آنچه که ما با استفاده اونها خودمون رو دچار مشکل میکنیم. اگر مشروب و شراب و خمر تحریم شده، اگر گوشت خوک تحریم شده، اگر گوشت مردار و مرده تحریم شده، اگر خون خوردنش تحریم شده و آنچه که تحریم شده در شریعت بنابر حکمت‌هایی است و دایره تحریم بسیار کوچکتر است دایره حلال هاست. آنچه که الله تعالی تحریم کرده هم یقینا در آنچه که نیازهای بدن انسان هست الله متعال هیچ چیزی رو تحریم نکرده مگر اینکه در مقابلش حلالی رو قرار داده. آنچه که نیاز بدن است اگر در شهوت مقداری خط سرخ‌هایی گذاشته، کانالی رو برای استفاده حلال گذاشته. اگر برای خورد و خوراک مقداری پوشیده جاهایی رو به حرام کرده، کانال‌های فراوان دیگری حلال است که میشه از اونها استفاده کرد و نیاز بدن رو برآورده ساخت. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، حلال بخورید و عملوا صالحا، و عمل صالح انجام بدید. ابتدا جسم باید با حلال تغذیه بشه تا روحی که سوار بر این جسم است توفیق عمل صالح پیدا بکنه. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، مال حلال بخور تا توفیق کار خوب و عمل صالح به تو نصیب بشه. ببینیم وقتی که الله متعال وقتی پیامبرانش رو خطاب میکنه، یا ایها الرسول، وقتی خطاب به پیامبران الهی است، وقتی اونها خطاب میشن که اگر میخواید توفیق عمل صالح پیدا بکنید قدم اول اینه که کلوا من الطیبات، آنچه میخوری باید حلال باشه، لقمه سر سفرت باید حلال باشه، درآمدی که داری باید حلال باشه، تجارت دو در مسیر حلال باید باشه. از حلال بدنت خودت رو تغذیه بکن تا توفیق عمل صالح پیدا بکنی. نکته بسیار مهم است. هر کسی که میخواد الله متعال به او توفیق عمل صالح بده، این نکته رو باید بسیار بسیار دقت کنه.
یک نگاه بیاندازه به مالش، یک نگاه بیاندازه به منبع درآمدش، یک نگاه بیاندازه به غذایی که سر سفره میگذاره. اگر من توفیق عمل صالح نصیب من نمیشه، باید شک بکنم در آنچه که میخورم که حلال هست یا نیست. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مال حلال بخور، توفیق عمل صالح نصیبت خواهد شد. اگر مینالی از فرزندت، اگر مینالی از پسرت که رعایت نمیکنه دستورات شرع رو، که عبادت نمیکنه، که صالح نیست، اگر از دختر خانمت مینالی، گلمندی که حجاب رعایت نمیکنه، که ملتزم نیست به شریعت اسلامی، که اونجوری که دلت میخواد، بنده خوبی برای الله تعالی نیست. ببین آیا تو پدر خوبی براش بودی؟ آیا برادر خوبی براش بودی؟ آیا فرزند خوبی برای مادرت بودی؟ وقتی که سر سفره او، وقتی که میاری غذایی که میگذاری برات مهم نیست که از کجا میاد، از هر جایی گیرت میاد میاری. آیا به فکر این هستی که این غذایی که میاری، غذا رو وقتی میری داخل مغازه نگاه میکنی، تاریخ مصرف اون ظرفش رو نگاه میکنی، شیر میگیری تاریخ مصرفش رو نگاه میکنی، آب میوه میگیری تاریخ مصرفش رو نگاه میکنی، هر مواد خوراکی که میگیری تاریخ مصرفش برات مهمه که تاریخ مصرفش تمام نشده باشه تا نکنه ضرر بزنه به عزیزانی که من برای اونها این رو خرید میکنم. تاریخ مصرفش رو نگاه میکنی، کجا تولید کرده برات مهمه، چه شرکتی تولید کرده برات مهمه. مهمتر از این نهایتش اگر فاسد شده باشه، اگر مشکلی داشته باشه، جسمش رو دچار مشکل میکنه. مهمتر از این اصل اون راهی که از اون در آوردی، چرا که اونجا اگر این جسمش رو خراب میکنه اون روحش رو از بین میبره. آیا در معاملاتت، آیا تجارتت حلال هست؟ آیا صادقی در تجارتت؟ آیا قسم دروغ نمیخوری؟ آیا از ربا دست برداشتی؟ آیا به زیر دستیانت ظلم نمی کنی؟ آیا حقوق کارگران تو سر وقت پرداخت می کنی؟ آیا وقتی که تو کارمند یک اداره هستی واقعا وقتی تو صرف اون کاری که به خاطرش پول میگیری انجام میدی، اون وقت تو صرف میکنی یا نه؟ اینا همه تاثیر داره. مال حلال به دست میاری یا نه؟ یا برات مهم نیست؟ فقط بیاد دیگه، از هر راهی اومد. اگه مهم نیست نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که پسرت میشه فتنه‌ای برای تو، دخترت میشه مایه ننگ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگر دعای تو قبول نمیشه، اگر دست به دعا بلند میکنی و احساس میکنی که الله متعال دعای تو رو قبول نمیکنه، باید تجدید نظر کنی در سفره خودت. رسول الله علیه السلام فرمود به شما دستور داده شده همان گونه‌ای که به انبیا دستور داده شده بود، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مال حلال بخورید تا توفیق عمل صالح نصیب شما بشه. و فرمود انسانی در سفرهای طولانی میکنه، انسانی که غبارآلود از شدت سفر و رنج سفر، موهای پریشان، چهره‌ای که از سفر غبار گرفته و میاد میگه یا رب یا رب، دست بلند میکنه و دعا میکنه، اما دعاش به جایی نمیرسه. چرا؟ مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام. غذاش حرامه، نوشیدنی که میخوره حرامه، لباسی که میپوشه حرامه، تغذیه شده کل این وجودش، استخوان بدنش با غذای حرام جوش خورده. فانا یستجاب لذلک. چطور دعای این انسان قبول بشه؟ چطور کسی که دست بلند میکنه پیش الله تعالی و امید داره که الله متعال دعای این رو قبول بکنه براش مهم نیست، چطور امکان داره براش مهم نیست؟ این دستی که با حرام تغذیه شده، این زبانی که حرام رو میخوره، این لباسی که الان این جسم در اون هست خودش حرام باشه، چه انتظاری هست که دعا قبول بشه؟ مسئله تغذیه سالم حلال بسیار مهمه. اگر میخوایم فرزندانمون صالح باشه، اگر میخوایم خانواده‌مون صالح باشه، باید به فکر لقمه حلال باشیم.
کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. هر کی میخوای باشی باش، ولو پیامبری هم باشی باید این قانون رو رعایت کنی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. من الله با عظمت برای آنچه که شما انجام میدید آگاهم، خبر دارم. من میدونم تا از کجا لقمت رو در میاری. من الله با عظمت خبر دارم. مواظب باش. هر کسی رو بتونی فریب بدی، الله تعالی رو نمیتونی فریب بدی. شاید بتونی خانواده خودت رو فریب بدی به خاطر تجارت حرامی که داری. شاید بتونی فرزندت رو، همسرت رو، مادرت رو، خواهرت رو فریب بدی، اما خودت که خبر داری. خودت رو که نمیتونی فریب بدی. الله تعالی که خبر داره تو از کجا راهی این رو به دست آوردی. به خودت رحم کن. به خودت رحم کن. غذای حرام نیار سر سفرت. مواظب باش تویی که پدری. برو عرق بریز. برو خسته کن خودت رو. به والله اگر عرق بریزه انسان، خسته بشه انسان، انقدر که وقتی از سر کار برمیگرده فرصت نکنه با خانواده خودش بشینه چند دقیقه صحبت کنه، از خستگی خواب بره، خیلی با ارزشمندتر است این زحمت و سختی که در مقابلش شاید چند ریالی بیشتر گیرش نیاد، فقط خرج همون روزش بشه. این خیلی با ارزش تره پیش الله تعالی از این که بره روزانه هزار میلیون بیاره در خانه بریزه از راه حرام. به والله اون با ارزش تر است. دنیا ارزش این چیزها رو نداره که انسان لقمه ای رو با فریب دیگران، با تجارت حرام، با دزدی، با کلاهبرداری، با دروغ، با ربا بیاره بگذاره سر سفره فرزندانش. این خیلی خطرناکتر از اون غذای فاسدی که میذاری سر سفرهشون. این خیلی خطرناکتر از سمی است که در داخل غذای اونها خودت با دست خودت بریزی. توی پدر، توی مادر، توی فرزند این کار رو میکنی که سم بریزی در غذای فرزندانت، عزیزانت. هیچ وقت این کار نمیکنی. مال حرام از اون سم بدتره. اگر این کار میکنی دست بردار. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. و ان هذه، و میفرماد الله متعال که به پیامبران گفتم ان هذه، همان این، هذه شریعتی که به شما داده شده، هر پیامبری به تنهایی، امتکم امه واحده، این شریعت، این ملت یک شریعت است و یک ملت است. شریعتی که به انبیای الهی داده شده. ان الدین عند الله الاسلام. از آدم علیه السلام تا خیر المرسلین رسول الله علیه السلام. اصول دین و اصول اعتقادی یک چیز بوده است. و ان هذه امتکم امه واحده، و مبنای این امت و اصلش چی بوده؟ و انا ربکم فاتقون، که من پروردگار شما هستم، من رب شما هستم، منم که خالق شما هستم، منم که مالک شما هستم، منم که مدیر و مدبر امور زندگی شما هستم. وقتی این گونه است که من تو رو خلق کردم ای بنده من، منم که تو رو روزی میدم و رزق میدم، منم که مدیر و مدبر امور زندگی تو هستم، منم که تصرف امور زندگی به تو به دست من است، فاتقون، پس از من بیمناک باش، پرهیزکاری پیشه کن، آنچه به تو امر کردم بپذیر، آنچه تو رو نهی کردم از اون دست بردار. و انا ربکم فاتقون. این دعوت کل انبیای الهی است. اصول دعوت انبیا یک چیز بود، توحید. انا ربکم فاتقون، فقط الله رو بپرستید. بله، در برخی از احکام فروع که به اسم احکام فقهی معروف است، با توجه به فراخور حال زمانهای مختلف و عصرهای مختلف برخی از احکام فقهی تغییر میکرد، اما اصول اعتقادی کل انبیای الهی یک چیز بوده است. اما در برابر این دعوت انبیای الهی خیلی ها نپذیرفتن دعوت و رسالت وحدت انبیا بر مبنای توحید رو.
فتقطعوا امرهم بینهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. پس اینها چه کردن؟ به جای اینکه دعوت انبیا رو قبول بکنن، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، اینها امرشون رو که امر دینشون هست قطعه کردن بینشون، این رو نپذیرفتن، امر خودشون رو قطعه کردن. تقطعوا امرهم بینهم زبرا. زبرا اینجا از زبور یک از معانیش کتاب هست و معنی دیگهش قطعه هم استفاده میشه. اینها امر دینی رو که باید متحد می بودن متحد نشدن و امر دینشون رو قطعه کردن و هر کی برای خودش کتابی گرفت. یک عده‌ای رفتن به دنبال تحریف تورات، عده‌ای رفتن به دنبال تحریف انجیل، عده‌ای رفتن به دنبال کتاب‌های دیگری. کل حزب بما لدیهم فرحون. هر گروهی به آنچه که پیش آن است خوشحالند. هر گروهی فکر میکنه که بر مسیر درستی داره راه میره. هر گروهی فکر میکنه از اینهایی که از جاده به در شدن از مسیر دعوت و توحید فکر میکنن خوشحالند با آنچه که پیش اونهاست. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو آیا تو رو آگاه نکنم به زیان بارترین کارها. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا. کسانی که در زندگی دنیا راه به بیراه بردند، تلاش بیفایده کردند، در مسیر بیهوده قدم گذاشتند. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در حالی که گمان میکردند آنها دارن کار خوب انجام میدند. خیلی ها خوشحالن، فکر میکنن بر مسیر درستند اما از راه به در شدند. اینها کسانی هستند که دعوت انبیا رو قطعه کردند، مسیر اونها رو به بیراهه بردند و نپذیرفتند. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. پس آنها را رها کن در غمرتشان تا مدتی معین. فی غمرتهم. غمره به آبی گفته میشه که انقدر ارتفاع بگیره بیاد که از سر انسان رد بشه و انسان در این آب غرق بشه. آبی که انسان رو غرق کنه، غرقاب. آب وقتی که بیاد از سر انسان رد بشه و انسان نتونه دیگه خودش رو نجات بده، این رو میگن غمره. فذرهم فی غمرتهم یعمهون. بگذار در آیات دیگر هم الله متعال میفرماید که غرق باشن در این آنچه که فکر میکنن درست است. اینجا فرمود فذرهم فی غمرتهم حتی حین. مهلت بده به اینها. غمره گفتیم آبی است که انسان از سرش گذشته باشه. الله متعال ضلالت و گمراهی مشرکین رو تعبیر میکنه به آبی که از سر اونها گذشته. انسان در آب وقتی میره دوست داره که شنا بکنه و برای شنا میره، اما وقتی که این آب از سر انسان بگذاره و انسان نتونه در این آب شناگر خوبی باشه، او رو هلاک خواهد کرد. ضلالت اینها این شباهت رو با این آب داره. به این خاطر ضلالت اینها تشبیه شده به آبی که از سر اونها گذشته. چون فکر میکنن که لذت میبرند، چون فکر میکنن که اینها در این شرایطی که هستن به نفع اونهاست، نمیدانن که این آب از سر اونها میگذره، این از سر اونها میگذره و اینها در اون غرق خواهند شد و از بین خواهند رفت. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. اینها رو بگذار تا در این ضلالتشون غرق باشن تا لحظه ای که عذاب الله تعالی به اونها برسد. اینها چی فکر میکنن؟ آیا گمان میکنن چون ناز و نعمت دارن الله خیر اینها رو میخواد؟ ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ایحسبون، آیا اینها گمان میبرند، این کسانی که غرقند در شهوت‌های خودشون، خواسته‌های خودشون، ایحسبون انما
آیا گمان میبرند که همانا من الله با عظمت نمدهم مدد میکنم اینها رو بهی از این دنیا من مال و بنین، آنچه که من اینها رو با اون مدد کردم. آیا گمان میکنن آنچه که من الله تعالی مدد کردم با اون از مال و بنین اینها رو، اون مالی که به اینها دادم، فرزندانی که به اینها دادم، بنین یعنی فرزندان، آیا فکر میکنن که من به اینها مال دادم، فرزند دادم به این خاطر که نسارع لهم فی الخیرات؟ به خاطر این است که من شتاب میگیرم برای اینها در خیر رساندن به اینها. نسارع، شتاب میگیرم، من الله با عظمت شتاب میکنم لهم برای اینها فی الخیرات، در خوبی ها. اگر من الله با عظمت به اینها مال دادم و اینها رو یاری کردم و مدد کردم با مال، با فرزندان، به اینها قدرت دادم، به اینها ثروت دادم، اینها تجارتشون رو رونق دادم، اینها تاج و تخت دارن، اینها قدرت دارن، اینها خدم و حشم دارن، اینها تجارتشون، پولشون، ثروتشون انقدر زیاد شده که حسابش از دستشون در رفته. در مقابل اهل دین هم نیستند. آیا اینها فکر میکنند نسارع لهم فی الخیرات؟ آیا فکر میکنند من اینها رو به اینها دادم، فرزند دادم، نعمت دادم، قدرت و ثروت دادم به خاطر اینکه خیر اینها رو میخوام و شتاب کردم در خیر رساندن به اینها؟ آیا فکر میکنم واقعا اینجوری است؟ سوال: آیا واقعا این کسانی که میبینیم دور بر ما، حتما دیدید خیلی ها هستن اصلا اهل دین و اهل نماز و روزه و زکات و عبادت و خدا ترسی و تقوا نیست، هر کاری هم دلش بخواد انجام میده، هر کاری هم که بخواد میکنه. در مقابل احساس میشه که روز به روز هم داره وضعش بهتر میشه، ثروتش بیشتر میشه، قدرتش بیشتر میشه، رونق پیدا میکنه همه چی. آیا این فرد به خاطر این روز به روز به این نعمتش و مالش افزوده میشه که پیش الله تعالی محبوب است، به خاطر اینه که الله تعالی این رو میخواد، الله تعالی اراده خیر به این داره؟ آیا واقعا این گونه است؟ ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. حقیقت اینه که اینها شعور ندارند، این احساس و درک رو ندارند و نمیفهمند که حکایت چیست. حکایت چیست؟ حکایت اینه: در سوره مبارکه آل عمران آیه 178، در سوره مبارکه انعام آیه 44 و در این سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 و 6. این نکته رو خیلی خوب مد نظر داشته باشید، یادداشت کنید، حفظ کنید این آیات رو، یادداشت کنید. در این آیه الله تعالی فرمود آیا کسانی که من به اونها مال دادم و فرزند دادم، اینایی که دورند از الله تعالی، اهل دین نیستند، روز به روز هم بیشتر میشه مال فرزندشون، خیلی هن، فراوانن، آیا به خاطر اینه که خیر اونها رو میخوام؟ اینها نمیدانن که حقیقت چیست. در آیه 178 سوره آل عمران میفرماید ولا یحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کافران گمان نبرن که من الله با عظمت اگر به اونها مهلت میدم به این خاطر است که خیر اونها رو میخوام. انما نملی لهم، من به اونها مهلت میدم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. من به اونا مهلت میدم به خاطر اینکه بیشتر گناه کنن و عذاب خار کننده پیش روی اونها خواهد بود. فکر نکن اگر کسی اهل دین نیست، اهل تقوا نیست، اهل حلال و حرام نیست و روز به روز رونق پیدا میکنه زندگیش، این نعمت است برای اون. نه، الله تعالی داره
او رو میبره به سمت هلاکت، بلش کرده تا بیشتر گناه کنه. نتیجهش اینه که بیشتر عذاب میبینه. آیه 44 انعام: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی عده‌ای دعوت انبیا رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن، فراموش میکنن، میذارن پشت سرشون، فتحنا علیهم، من الله با عظمت باز میکنم بر اونها ابواب، نه یک باب، ابواب نه یک درها باز میکنم به اونها، کل شیء، ابواب کل شیء، هر چیزی رو. میبینیم که طرف ثروتش، تجارتش رونق پیدا میکنه، روز به روز شوکت و کبکبه و دبدبش بیشتر میشه، روز به روز رونقش بیشتر میشه در زندگی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا اون حدی که سرمست میشن از اون چیزی که به اونها داده شده، اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یک بار الله متعال میفهمد اونها رو میگیرم و ناامید میمونن که چیکار بکنن. این حقیقت آنچه که در ظاهر دیده میشه که غیر مؤمن اگر در زندگیش رونقی پیدا میشه، مال و فرزندش بیشتر میشه، به خاطر این نیست که الله متعال برای اون اراده خیر دارد، بل لا یشعرون. اینها نمیفهمند که الله تعالی میخواد اینها گناهشون بیشتر بشه و بیشتر عذاب ببینن. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ان الذين هم من خشیة ربهم مشفقون. در نقطه مقابل کسانی هستند که همانا کسانی که هم آنها من خشیة ربهم، از ترس پروردگارشون، مشفقند، بیمناکند. مشفقند، بیمناکند از ترس پروردگارشون. کسانی که من خشیة ربهم مشفقون، همانا کسانی که از ترس پروردگارشون، اون کسی که اونها رو خلق کرده و مدیر و مدبر امور زندگی آنهاست، در قلبشون ترسی دارن که این ترس در جوارح آنها آشکار است. اینها همون کسانی که والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، همون کسانی که به آیات پروردگارشون ایمان دارن، به قرآن باورمندن. والذین هم بربهم لا یشرکون، همون کسانی که به پروردگار خودشون شرک نمی آورند. سخن است موحدین مؤمن است. سخن است کسی است که موحده، با آیات الله متعال ایمان داره. این کسی است که میترسه، بیمناک است. اینها گناهکاران نیستن، اینها فاسقین و فجار نیستن، اینها بنده های الله تعالی هستن. من خشیة ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. ادامه داره توصیف. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. و کسانی که یؤتون به معنای یفعلون است، انجام میدهند، ما اتوا آنچه را که میتوانند، و قلوبهم آنچه به اونها دستور داده شده انجام میدن، و قلوبهم وجیله، در حالی که قلبهای اینها در هنگام انجام آنچه به آنها گفته شده است، دستور داده شده است، وجیله، قلبهای اینها در ترس است و هراس. انهم الى ربهم راجعون، والذین یؤتون ما اتوا اون کسانی که انجام میدهن آنچه که باید انجام بدن،
و قلوبهم وجله، و قلبهای اینها میترسد. انهم الی ربهم راجعون، که اینها به سوی پروردگارشون راجعون، باز میگردن، از رجوع گرفته شده. اینها انجام میدن آنچه که الله تعالی به اینها دستور داده، اما اینها قلبهای اینها میترسه از اون لحظه ملاقات و لقا. میترسن از چی؟ مگر اینها ایمان ندارن با آیات الله متعال؟ بله دارن. مگر اینها نبودن کسانی که لا یشرکون، شرک نمی کردن؟ بله. مگر اینها همون کسانی نیستن که یؤتون ما اتوا؟ اینها کسانی که انجام دادن آنچه بر اونها دستور داده شده. بله اینها همین کارها رو میکنن. چرا میترسن پس؟ و قلوبهم وجله، پس چرا قلوب اینها نگران، پریشانه و در ترس؟ چون انهم الی ربهم راجعون، اینها به سوی پروردگارشون رجوع میکنن، باز میگردند. اینها نمیدونند، اینها میترسند از اینکه اون لحظه‌ای که به پیش پروردگارشون برمیگردند، آیا پروردگارشون اونها رو قبول خواهد کرد یا نه؟ این قلبی که عمری به یاد او و به محبت او و با توکل به او و با استعانت از او در دنیا زندگی کرد، الان حقیقتش رو باید ببینه. میترسه از این که نکنه من کاری کرده باشم که الله ارحم الراحمین من رو نپذیره و قبول نکنه. این قلب پیوسته در ترس و هراس از این که اون روز ملاقات چگونه خواهد بود، اون روزی که بین من و الله متعال هیچ واسطی نیست، اون روزی که بین من و الله متعال هیچ کسی نخواهد بود، اون روزی که هم کلام بشه با الله متعال. و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، میترسه از اون روز. و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از اون روزی که باز میگردید در اون روز به پیش الله متعال، اون لحظه‌ای که روح از بدن جدا میشه. تصور کنید اون لحظه‌ای که من و توی بیننده عزیز، جان من و تو رو دارن میکشن و جان از این تن که اسیر او بوده در این دنیا جدا میشه و پر میکشه و میره به پیش پروردگارش. ملائکه او رو همراهی میکنند، اگر نیک باشد میره به پیش الله متعال. این جان از اونجا به بعد روزهای سختی رو پیش رو خواهد داشت. الله متعال ارحم الراحمین است، شکی در این نیست، اما الله متعال غنی هم هست، بی نیاز است، صمد است، به هیچ کسی نیازمند است و همه در همه چی به او نیازمندن. بندگان بسیار زیادی داره که بهتر از من و تو هن. اولیایی داره که در مسابقه بندگی از من و تو پیشی گرفتند. اینه که انسان میترسه، اینه که انسان وقتی به قلب خودش نگاه میکنه و اعمال خودش، این مؤمنان اینطوری اند. درسته که او ارحم الراحمین است، درسته که او غفور و رحیم است و ودود است و کریم است. ترس از او نیست، ترس از گناه من بنده گناهکار است که آیا این گناهان من رو به چه سمتی خواهند کشوند؟ آیا با وجود این گناهان از من راضی خواهد بود؟ آیا من رو قبول خواهد کرد؟ آیا من رو خواهد بخشید؟ آیا من رو به شرف هم کلامی خود مزین خواهد کرد؟ آیا افتخار ملاقات خود رو به من عطا خواهد نمود؟ و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. اینها نگرانند نکنه از غافله عقب بمانند. به همین خاطر اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون،
اولئک یسارعون فی الخیرات. این انسان ها صاحب این قلب های نازنین در نیکی ها سرعت میگیرند. یسارعون، سرعت میجویند در نیکی ها بر یکدیگر. و هم لها سابقون، و آنها برای انجام این کارهای خیر بر یکدیگر سبقت میگیرند. این سبقت گرفتن نه به خاطر اینه که مردم از اونها تعریف و تمجید کنند، نه به خاطر اینه که اسم اونها در محافل ذکر بشه. این سبقت گرفتن در کار خیر، این مسابقه دادن در خیرات، نه به این خاطره که در رأس محفل ها، در سربرگ روزنامه ها و مجله ها، بر صفحه تلویزیون ها و حساب ها اسم اونها نوشته بشه. نه، براشون مهم نیست ذکر نامی از اونها بشه یا نه. فقط به خاطر این در این میدان قدم میگذارن تا برای رضایت الله متعال مسابقه بدن، از این مسابقه عقب نمانند، از این میدان عقب نمانند، پیشی بگیرند بر همه کسانی که در این میدان هستند تا شاید در این مسابقه به رضایت الله متعال برسند. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها. در این میدان این طور نیست که الله متعال ظلم بکنه به بندگانش. هر کسی در این میدان قدم میگذارد لا نکلف نفسا، من الله با عظمت هیچ تکلیف نمیدهم، واجب نمی کنم بر هیچ نفسی، هیچ شخصی، مگر آنچه که در حد توان اوست. این مسابقه اینطور نیست که در این میدان کسی بگه خب بارالله، من بنده گناهکار تو توانایی هایی دارم، یک قدرتی دارم که خودت به من دادی، به دیگران بیشتر از اون قدرتی که به من دادی عطا کردی. اگر به من مالی دادی به دیگران بیشتر دادی. یا من در حتی جسم خودم نقصی دارم، نمیتونم که مثل دیگران در این میدان قدم بگذارم. کجا میتونه مسابقه بده مگسی با عقابی؟ اگر انسان بخواد مقایسه بکنه خودش رو با اولیای الله متعال، اون عزیزانی که اسمهای اونها در این آیات در قرآن کریم ذکر میشه، حکایت مقایسه مگس و عقاب هم شاید نباشه. اون ذاتهای معصوم انبیای الهی کجا و روسیهانی به مانند من کجا؟ این مقایسه الله متعال میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توانش. الله عادل، الله رحیم بندگانش رو به اون اندازه‌ای که به اونها توان داده از اونها میخواد. اگر نمیتونی نمازت رو ایستاده بخونی، بشین بخون. اگر نمیتونی نشسته بخونی، به پهلو بخون. اگر نمیتونی روزه بگیری، بخور. هر وقت تونستی بگیر. اگر هیچ وقت نتونستی بگیری، کفارش رو پرداخت کن. اگر مالی نداری که زکات پرداخت کنی، نکن، لازم نیست. اگر استطاعت رفتن به حج نداری، بعد تو واجب نیست. و اگر نمیتونی به جهاد شرکت بکنی، معاف میشی. لا نکلف نفسا الا وسعها. هر چقدر که الله تعالی به تو قدرت داده و توانایی داده، همون اندازه از تو میخواد، بیشتر از تو نمیخواد. همون حدی که میتونی همون اندازه از تو انتظار میره. لا نکلف نفسا ولا نکلف نفسا الا وسعها. در این میدان مسابقه بر خیرات و خوبی ها و نیکی ها برای کسب رضایت الله متعال، هر چقدر که میتونی تلاش کن به اندازه توانت. فاتقوا الله ما استطعتم. از الله تعالی بترسید هر چقدر که میتونید، هر چقدر توانایی داری تقوا پیشه کن.
با ذاتی معامله میکنی که ذره‌ای به تو ظلم نخواهد کرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره کار خیر کرده باشی خواهی دید، همونطور که اگه ذره کار شر هم انجام داده باشی خواهی دید. همین اینها ثبت میشه. فیلم زندگی تو به پیش تو گذاشته خواهد شد. ولدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. ولدینا، پیش من الله با عظمت کتابی است، نامه اعمال توست که ینطق بالحق، سخن میگوید به حق و حقیقت. آنچه در این کتاب ثبت شده چنان واضح است گویی که داره با تو سخن میگه. و هم لا یظلمون، و انسان ها صاحبان این کتاب ها، این نام های اعمال، لا یظلمون، هیچ ظلمی به اونها نخواهد شد. هیچ گونه ظلمی برای هیچ انسانی اتفاق نخواهد افتاد. نام اعمال همه چی درش ثبت شده. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. هیچ کوچک و بزرگی نیست مگر این که در آن ثبت شده است. او رو حاضر خواهند یافت پیش روی خود و هیچ ظلمی به کسی نخواهد شد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. هر کسی نامه اعمال او ملازم اوست و به او داده خواهد شد روز قیامت باز و گشوده و گفته خواهد شد اقرأ کتابک، خودت بخوان، کفى بنفسک الیوم علیک حسیبه. همین که خودت قاضی خودت باشی کافی است. خودت قضاوت کن. محکمه عادلتر از این سراغ داری جایی که انسان خودش بشه قاضی خودش؟ خودت برای خودت قضاوت کن. هیچ چیزی پنهان نیست. هیچ چیز رو نمیتونی هم انکار کنی. هیچ ظلمی هم به تو نخواهد شد. نه گناه دیگری بر تو نوشته میشه. ولا تزر وازرة وزر اخرى. و نه از آنچه که انجام داده ای از کارهای خیر چیزی از قلم افتاده است. و این تک حسنة یضاعفها. اگر کوچکترین چیزی هم بوده الله تعالی رو بزرگ کرده برای تو. هیچ جای ظلمی وجود ندارد. هیچ ظلمی متصور نیست. امروز اتفاق میفته. امروز پیش روی ماست. الله متعال میفهمد در مقابل اون کسانی که اون گونه غرقن در شهوت ها، این گونه هستن مؤمنانی که در کار خیر بعد یک دیگر سبقت میگیرند. اینها هدفشون کسب رضایت الله متعال است. اما آن عده دوباره برمیگرده حکایت به اونها. این چیزها رو نمیفهمند، درک نمی کنند. بل قلوبهم فی غمرة من هذا. آن عده غیر مؤمنین قلبهای آنها در اون غرقابی که بودن از ضلالت، در اون ضلالت گم شده. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، در ضلالتی است، در غرقابی است از آنچه که اینجا گفته میشه، از این قرآن، از این آیات، از این اعمال، از این صفات. ولهم، و برای آن گروه غیر مؤمن، اعمال، کارهایی دارن خودشون، من دون ذلك، غیر از این صفاتی که مؤمنان دارن. اعتقاد به الله ندارن، مشرکند، باور به قیامت ندارن، باور به ملاقات الله تعالی ندارن، سبقت گرفتن در خیرات ندارند،
ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اعمال غیر از این عبادت هایی که و صفاتی که مؤمنان دارن اونها دارند که اونها رو انجام میدن، هم آنها لها عاملون، عمل میکنن اون کارهاشو. شرک دارن، کفر دارن، ضلالت دارن، شهوت پرستی دارن، حتی انجام میدن تا اون لحظه ای که اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، تا اون لحظه ای که من الله با عظمت میگیرم. مترفیهم، مترف یعنی خوشگذران، از طرف گرفته میشه. خوشگذران اینها که بیشتر سرداران اینها و بزرگان اینها بودند، وقتی که جان آنها را میگیرم و اونها را عذاب میکنم، با عذاب خود اونها را میگیرم، اذا هم یجأرون، اینها اون لحظه فریاد برمی آورند. یجأرون، داد و فریاد را می اندازند، نعره میکشن وقتی که عذاب الله متعال برای اینها شروع میشه. اینها اون لحظه دیگه داد و فریاد میکشن. انسان ضعیف اون لحظه ای که احساس میکنه داره از بین میره، فریاد میکشه و به فریاد میخواند. و علل خصوص وقتی که این انسان کافر است و مشرک است و میترسه از کوچکترین چیزها. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون، داد و فریاد را میاندازن، کمک طلب میکنن در اون لحظه ای که الله تعالی اینها رو عذاب میکنه در قیامت. به اونها گفته میشه لا تجأروا اليوم، امروز سر و صدا نکنید، جیغ نکشید، فریاد نکشید. انکم منا لا تنصرون، همانا شما از طرف ما هیچ نصرت و یاری نخواهید شد، هیچ کسی به درد شما نمیخوره. امروز دیگه روز فریاد شما نیست، هیچ کسی به فریاد شما نخواهد رسید. نه ثروت شما به درد شما خواهد خورد و نخورد، نه قدرت شما به درد شما خورد، نه کرسی و مقام تو به درد تو خورد، نه فرزند و عیالت به درد تو خورد و نه اون حشمت و جاه و کبکبه و دبدبه‌ای که داشتی به دردت خورد. الکی هم خودتو خسته نکن، فریاد نزن. لا تجأروا اليوم انکم منا لن تنصرون، شما از طرف من الله رحیم رحمان یاری نخواهی شد، چون خودت نخواستی. اللهی که رحیم است، رحمان و رؤوف و ودود و غفور و حلیم و کریم است، میفرماید که از طرف من یاری نمیشه، چون الله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی کسی که مشرک از این دنیا بره هرگز نمیبخشه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسایی که مردند و کافر از دنیا رفتن، اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. هر کسی که با مرگ، با کفر از دنیا بره، لعنت الله و ملائکه و جمیع انس و جن بر اوست، دور است از رحمت الله تعالی، در دوزخ جاودانه خواهد ماند، عذاب او تخفیف داده نمی شود و هیچ نگاهی به سمت او نمیشه. این قانون الله تعالی است. با هر کسی که او رو نپذیره به وحدانیت و با کفر و شرک از دنیا بره، با هیچ کسی هم تعارف نداره. کسی میخواد خوشش بیاد، کسی نمیخواد خوشش نیاد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد بپذیره، کسی هم نمیخواد نپذیره. این قانون الله تعالی است. الله تعالی بندگانش رو خلق کرده و هیچ کسی به بندگانش مهربانتر از اون نیست. هیچ کسی به بندگان الله متعال مهربانتر از خود الله متعال نیست. این عین عدالت الله تعالی است. فذکرونی اذکرکم، من یاد کنید شما رو یاد میکنم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم.
و مانند کسایی نباشید که الله تعالی رو فراموش کردن. الله تعالی خود اونها رو به خود فراموشی سپرد. فراموش کردن همه چیز رو. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. اون روزی که به تو گفته میشد کجا بودی؟ قد كانت آیاتی تتلی علیکم. خوانده میشد بر شما آیات من. این طوری بود به تحقیق که آیاتی تتلی علیکم، خوانده میشد، تلاوت میشد بر شما آیات من. الله با عظمت قرآن رو بر تو میخوندن، آیات قرآن رو میخوندن، از قیامت به تو میگفتن، حساب کتاب میگفتن. فکنتم، پاسخ تو چی بود؟ پس این گونه بودید که علی اعقابکم تنکسون، شما بر اعقابتون، اعقاب جمع عقب هست به معنای پاشنه پا، تنکسون از نکوس گرفته میشه به معنای بازگشت، عقب گرد. شما بر پاشنه پاهاتون برمیگشتید، همینجوری یک دور میزدید، چرخ میزدید، میرفتید، پشت میکردید. آیات قرآن به تو خونده میشد، نمیپذیرفتی، قبول نمیکردی. مستکبرین به، استکبار میکردی، خودت رو بالاتر از آن میدانستی که بیایی در برابر قرآن زانو بزنی و بپذیری آنچه در قرآن است. سامران تهجرون، سامر اسم فاعله از سمر گرفته شده و سین یعنی شب نشینی. مستکبرین به سامران، شما همین که استکبار میکردی، خودتو بزرگتر از این میدانستی که قرآن رو بپذیری و شب نشینی هایی هم که داشتی، تهجرون، میرفتی اونجا یاوه‌گویی میکردی، شبها می نشستی مسخره میکردی. وقتی کلام الله تعالی به تو گفته میشد که بیا به این قرآن ایمان بیار، بیا یک دلیل برای من بیار از این کتاب که نادرست باشه، یک آیه این کتاب رو بیار برای من نقد کن، نقد صحیح، بگو این باطل است، این اشتباه است، این کلام این کتاب با تو اشتباه است. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن نمی اندیشند؟ ولو کان من عند غیر الله، که اگر این کتاب از جانب غیر الله متعال می بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اختلاف فراوانی رو در این کتاب شما می دیدید. تفکر نکردی، شبها می نشستی، به جای اینکه بپذیری مسخره هم می کردی، می خندیدی. شب نشینی های تو یاوه‌گویی بود همش. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مؤمنان رو الله متعال میفرماید وصف حال اینها در قیامت. در دنیا اینها مؤمنان رو به باد مسخره میگرفتن، اونا میخندیدن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی از کنار اونها رد میشدن با گوشه چشم اینها رو اینو نگاه کن، قیافش نگاه کن، تیپش نگاه کن، ریشش نگاه کن، چهرهش نگاه کن، عقب مونده، بی کلاس، متحجر، چادرش نگاه کن، رو سریش نگاه کن، نقابش نگاه کن، بدبخت. فکر میکنن که اینا خودشون دیگه دنیا مال ایناست، اصلا خالق این دنیا اینا انگار. مسخره میکنن. و اذا مروا بهم یتغامزون، درشون خنک نمیشه، بازم خونه هم که میرن. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی باز میگردن به سوی اهل و عیالشون، وقتی روی میکنن به سمت خانه و خانوادهشون میرن، اونجا خندان میشینن. امروز رفتیم تو خیابان یکی ریزیم قیافش اینطوری بود، ها ها ها. امروز یکی رو رفتیم ریشش اینطوری بود، چهرهش اینطوری بود، تیپش اینطوری بود، چادرش اینطوری بود، رو سرش اینطوری بود. این حرفا رو میزد، داشت نماز میخوند، گفتیم غذا بخور، گفت روزه گرفتم. از قیامت میگفت، از خدا میگفت، از پیغمبر میگفت، از حساب کتاب میگفت، از دین میگفت. عقب مونده بیچاره. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وقتی اونها رو میبینن میگن اینها انسانای گمراه بیچاره هستن، عقب مونده های بدبخت بیچاره، هیچ از دنیا نفهمیدن بیچاره، ساده لوحا، فریب خوردن. این حکایت تعامل اونها با مؤمنان است در این دنیا. قد كانت آیاتی تتلی علیکم
آیات خونده میشد برات. تویی که قرآن میخونند برات این گونه رفتار میکنی، این وصف حال تو است. منتظر باش. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، روی برمیگردونی میری مستکبرین بهی، فکر میکنی که تو خیلی بالاتر از اینی که بپذیری این رو، به شأن تو برمیخوره. اصلا در شأن و مقام جناب دکتر، جناب مهندس، جناب وزیر، جناب تاجر نیست که بیاد نماز بخونه، روزه بگیره. قرآن، دین، خدا، پیغمبر. مستکبرین بهی سمیرا تهجرون، منشستی شب نشینی میکردی، یا گوی میکردی، مسخره میکردی، به تمسخر میگرفتی. آیا بهتر نبود به جای این کارا بیای درباره این کلامی که در این کتاب هست، شمایی که ادعای عقل میکنی، من رو به عقب ماندگی تحت شما منتسب میکنی، من رو عقب مانده میدونی، فکر میکنی که من مشکل ذهنی دارم، انسانی هستم که در رتبه و مقام به شما نمیرسم، شما خیلی زیرکتر از منی، باهوشتر از منی، فهمیده تر از منی. خب همون عقل و هوش حضرت عالی کافیست تا من قانع بکنی. من صحبت از یک کتابی دارم که شما این کتاب رو قبول نداری. بیا اون هوش و استعداد والای خود رو بگذار وسط، برای من ثابت بکن که این کتاب که من به او یقین کامل دارم مشکل داره. کجاش؟ افلم یدبروا القول، آیا اینها تدبر نمی کنند در این قرآن؟ بیا تویی که این همه هر ادعات میشه، بیا بگو آقا این قرآن شما اینجاش مشکل داره. ام جاءهم، این که نیست، چون امکان نداره اینا حرف بزنن. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگه شک دارید که این کتاب از جانب الله تعالی است، یک سوره مثلش بیارید. 1400 ساله که قرآن تحدی میکنه، 1400 ساله که دشمنان این کتاب تلاش کردن از اون نقطه ضعفی بگیرند و نتوانستند. همین بس نیست؟ آیا همین دلیل کافی نیست برای حقانیت این کتاب که گذر 1400 سال نتوانسته خلافش رو ثابت کنه؟ افلم یدبروا القول، این که شما بگی که این نادرست است، این نیست، این هم نیست. مشکل تو هم این نیست، نمیتونی ثابت کنی. یا اینکه جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین، یا اینکه شاید برای شما هم استفهام انکاری است، سوالی که به قصد انکار است، یعنی اینطوری هم که تو فکر کنی نیست. یا اینکه فکر میکنی جاءهم، یا اینکه اینها فکر میکنن که جاءهم آمده است برای اونها ما آن چیزی که لم یأتی، نیامده به آباء اونها، برای پدرانشون، الاولین، پیشینیان. یا اینکه در این کتاب چیزی رو دیدن که فکر میکنن آبا اجدادشون ندیدن، براشون تازگی داره. این هم که نیست. 1400 سال این کتاب آمد. قبل از این کتاب دیگری بودن. این اولین نمونه کتاب‌های آسمانی نیست. قبلش انجیل بوده، قبل انجیل تورات بوده، صحف ابراهیم بوده. این اولین نوعش نیست. این هم نیست که شما بگن خب اولین چیزی هست که ما دیدیم. نه. و یا تویی که با توحید این کتاب مشکل داری، نمیپذیری آیات قرآن رو و توحید رو نمیخوای ازش قبول بکنی، فکر میکنی که چون آبا و اجدادت فقط اینطوری نبودن نباید بپذیری. این قرآن، ببین کدوم راست میگن، قرآن یا آبا و اجدادت؟ ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین. نه اینطور هم نیست، چیز جدیدی نیست. این هم نیست دلیل این کار شما، این هم نیست. نه تفکر کردی که مشکلی پیدا کنی براش، نه اینه که تو فکر میکنی اولین بار نشنیدی همچین چیزی رو، نه. یا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا این که شما
اونایی که منکر دعوت محمد نازنین علیه السلام هستند و قرآن ام لم یعرفوا رسولهم، یعنی که رسولشون رو که به سوی آنها فرستاده شده است محمد مصطفی علیه السلام رو نشناختند، پس هم آنها له منکرون، برای او انکار کردن این دعوت رو. یعنی که شما محمد مصطفی علیه السلام رو نشناختید، به این خاطر منکرید، میگید آقا این آدم ما نمیشناسیم، این کیه؟ یا میگید اون پیامبری که شما ادعا میکنید محمد علیه السلام، ما این آقا رو ما نمیشناسیم، عالم میشناسنش. اون ابو جهل و ابو لهبی که باش زندگی میکردن و بزرگترین دشمنانش بودن هم که اولین مصداق این آیاتند، آیا نمیشناختنش؟ آیا مخالفت اونها با شخص محمد علیه السلام به خاطر این بود که میگفتن تو آدم بدذاتی هستی، دروغگویی، خائنی، شهوترانی، آدم سالمی نیستی؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. آیا اینها چون پیامبر رو نمیشناختن، یا توی منکر امروزی در قرن 21 محمد مصطفی رو نمیشناسی؟ نمیشناسیش. 2 میلیارد نفر حاضرن جانهای خودشون رو فدای ایشان بکنند. 2 میلیارد نفر حاضرن جانشون رو فدای این ذات نازنین بکنند. تو نشناختی هنوز این ذات رو؟ یعنی 2 میلیارد نفر از روی زمین که در این جمع دانشمندان است، فرهیختگان است، نوابغ است، اونایی که قبل از اینها بودن به جای خود، اونهایی که پدر علوم بشرند در این 14 قرن زیستن قبل از این به جای خود، آیا اینها 2 میلیارد آدم به این انسان چنان شیفته شده اند که حاضرن جانشون رو فدا بکنن برای فقط اسمش؟ واقعا همه فریب این آدم رو خوردن؟ اگه واقعا یک شخصی تونسته که 2 میلیارد نفر رو فریب بده، این همه استعداد و هوش رو، واقعا هم شایسته پیروی است. واقعا این هوش اون هم 1400 سال پیش بوده، بعد از اون الان ما 2 میلیارد نفر طرفدار داره. شما در صفحه یکی وارد میشه، آقا طرف این همه فالوور داره، چند میلیون نفر لایک داره، چند میلیون لایک داره، طرف خیلی حساب میکنن روش. 2 میلیارد نفر جانشون رو فدا میکنن، نه فقط لایکش کرده باشن، جانشون رو فدا میکنن برای این انسان. تو نشناختیش؟ ام لم یعرفوا رسوله. یک نقطه ضعف از زندگی این آدم برای من بیار. شک داری که بوده؟ برو مدینه منوره، یک سفر برو از نزدیک قبرش رو ببین، تاریخش رو بخون. یک نقطه ضعف در زندگی این انسان برای من پیدا بکن، من میگم باشه این آدم به درد نمیخوره. یک نقطه ضعف پیدا کن برای من در 63 سال عمر مبارکش، بیار بگو این کار کرده بد بوده، این انسان ظالم بوده، این انسان بدکاره بوده، این انسان دروغگو بوده، این انسان نادان بوده، این انسان اینطور بوده. یک نقطه ضعف بیار که من قبول کنم از تو که این انسان رو نباید دوست داشت. یک دلیلی برای دوست نداشتنش بیار. شما یک دلیل بیار که من به اون خاطر اون دلیل این انسان رو دوست نداشته باشم. یک دلیل بیار که به خاطر اون من این قرآن رو نپذیرم، این کتاب رو دوست نداشته باشم، بهش باورمند نباشم. قانع کن من رو. این که بشین یک گوشه مسخره بکنی، تمسخر بکنی، این که نشد حرف، این که نشد دلیل، این که نشد حرف. ادعات گوش فلک رو کر کرده، بعد وقتی در میدان استدلال میای هیچ حرفی برای گفتن نداری. این هم نیست که تو محمد رو نشناخته باشی، نه، مشکل شما این هم نیست. خوب میشناسیش، خوب میشناسیش. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون الذین آتیناهم الکتاب. الله متعال میفرماد اون کسانی که من به اونها کتاب داده بودم، تورات و انجیل، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چنان این ذات نازنین رو به خوبی میشناسند همان گونه که مطمئن هستند فلانی پسر ماست. هیچ شک ندارن که این پیامبر است. اون حقیقت این است. مشکل شما چیه؟ یا شاید فکر میکنین که مشکل جای دیگری است.
یقولون به جنه، یا اینکه اینها میگویند که این انسان مجنون است. درسته، به هر حال انسانی بوده و خوب بوده و زرنگ بوده و به هر حال اما دیوانه‌ای بوده است. جنه یعنی از جنون گرفته شده، بحث جنون است، دیوانه بود. یا اینکه اینها میگویند مخالفین محمد مصطفی علیه السلام که این آدم جنون دارد، دیوانه است، آنچه میگویه، حرفایی که میزنه قابل اعتبار نیست. آیا در این موضوع مشکل دارید یا فکر میکنید که دیوانه است، حرفش قابل اعتبار نیست؟ ثابت کنید. خب دیوانه به قول شما اگر به فرض محال دیوانه 1400 سال پیش حرفهایی زده باشه، دیوانه 2 میلیارد نفر رو الان فریب داده باشه، ثابت کنید دیوانگیش در چی بوده. از کلامی که به ما رسیده است از ایشان با روایت صحیح، آنچه که ثابته که مال ایشان است، اون چیزی که بهشون نسبت دادن که ما در برابرش مسئول نیست. شما ثابت کنید اولا که این کلام مال ایشان هست، بعد از این که ثابت شد در اون کلام هایی که ثابت شده مال رسول الله علیه السلام است به تعبیر حدیث صحیح شما ثابت کنید که مشکلی وجود داره در این کلام، این حرفی که زده حرف درستی نیست، ثابت کن. بعد من بگم که جنون داشته، دیوانه بود. این رو هم که نمیتونی، این هم نیست. مشکل شما اینجاست. نه قرآن رو میتونی زیر سوال ببری، نه میتونی بگی این چیز جدیدی آورده، نه میتونی پیامبر رو زیر سوال ببری، نه میتونی کلامش رو زیر سوال ببری. مشکل تو اینه. بل جاءهم بالحق. حقیقت این است که الله متعال میفرماید پیامبر آمده است بر اینها با حق و حقیقت. حق آورده به اینها، حق رو آورده به اینها. و اکثرهم للحق کارهون. و بسیاری از این مخالفین حق رو ناپسند میدانند. مشکل شما اینه، شما نمیخواهید حق رو بپذیرید. شما دشمن حقید. چرا باید دشمن حق باشید؟ جوابش واضحه. شما، حکم شما، قدرت شما، ثروت شما، شوکت شما، مکانت شما، حکومت شما مبتنی است بر جهل پیروان شما. وقتی اونا حق و حقیقت رو فهمیدند میپذیرند، وقتی پذیرفتند به تو باج نمیدن، به تو پول نمیدن، ثروتشون رو در اختیار تو نمیگذارن، فرزندشون رو در اختیار تو نمیگذارن، ناموسشون رو به نام دین نمیتونی تاراج کنی، نمیتونی ازشون خمس بگیری، نمیتونی ازشون صیغه بگیری، نمیتونی اونها رو گوشت جوره تانک جنگ‌های سیاست طلبانه توسعه طلبانه خودت بکنی، نمیتونی مردم رو فریب بدی، نمیتونی کلیسای خودت رو همچنان رونق بدی، نمیتونی به نام نمایندگی الله از اونها پول بگیری، نمیتونی بر گرده مردم سوار بشی و از اونها سوء استفاده کنی تا وقتی که اونها پیرو و حقن. به مثل فرعون فاستخف قومه فاطاعوه، قوم خودش رو در خفت و خواری نگه داشت و جهل اونها رو فریب داد، با این جهل و خفت و خواری پس اطاعتش کردند. مشکل شما اینه. شمایی که با محمد نازنین مشکل دارید، با قرآن مشکل دارید، با توحید و دعوت توحیدی مشکل دارید، با ندای فقط الله مشکل دارید. مشکل شما با حق است. خوب میدونید که آنچه گفته میشه بر حقه، عین حقیقت است این دعوت، خوب میدونی، اما حاضر نیست حکومت تو از دست بدی، حاضر نیستی شهوت رانی‌های خود رو ترک بکنی، حاضر نیستی دل بکنی از ثروت‌های بادآورده‌ای که سر سفره تو به نام خمس و به نام غفران مغفرت گناهان در کلیسا و به نام پیر و مریدی و به نام این و اون بهت میرسه. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. شما حق رو ناپسند میدونید چون میاد کاسکوزی تو رو به هم میرسه، بازار شما رو خراب میکنه. حقیقت این است. اما حق تابع شما نیست.
حق پیرو هوا و هوس باطل شما نیست. حق پیرو زیادی خواهی های شما نیست. ولو اتبع الحق اهواءهم، ولو اتبع الحق اهواءهم، اگر حق پیروی بکنه از هوا و هوس این انسان های ظالمی که حقیقت رو نمیپذیرن، لفسدت السماوات والارض و ما فیهن، فاسد میشه، تباه میشه آسمان و زمین و هر آنچه که در آسمان و زمین است. حق پیرو شما نیست. حق پیرو هیچ کی نیست. حق رو با افراد نمیشه شناخت. این افرادن که با حق شناخته میشن. معیار شناخت حق افراد نیستند، بلکه معیار شناخت افراد حق است. هر کسی که در مسیر حق بره قابل قبول است و هر کسی که پا کج گذاشت قبول نیست. حق به افراد وابسته نیست. فلانی بشه حق، هرچی گفت درسته. نه، قرآن حق است و سنت رسول علیه السلام حق است. هرچی گفتن قابل اطاعت است، واجب است. غیر از اون معیار این دوتا است. حق تابع هوا و هوس کسی نمیشه که هر کسی بیاد طبق هوا و هوس خودش حق رو عوض بکنه. اگر اینطور میشد، اگر حق قرار باشه بپذیره، شاید یک عده بگن خب چه اشکالی داره که یک عده رو بپذیریم دیگه، یه سری بدعت ها و خرافات ها، یه سری حالا اگه نماز میخونه طرف روزه میگیره، حالا یه سری چیزها رو هم قبول نکرد، حالا حق یک گنجایشی داشته باشه که این رو بپذیره، به این امید که روز اصلاح بشه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن. اگه قرار بود که حق، قرآن و سنت، دعوت توحیدی در برابر ظلم، در برابر هوا و هوس اینها کوتاه بیاد، همه چی به هم میریخت. شرک همه جا رو فرا میگرفت، فسق و فجور همه جا رو فرا میگرفت، ظلم همه جا رو فرا میگرفت، شهوت و شهوت رانی همه جا رو فرا میگرفت. آسمان رو اینا فاسد میکردن، غیر زمین. لفسدت السماوات والارض وما فيهن، در بین آسمان و زمین هر چی باشه اینها تباه میکنن اگه حق استادی نکنه در برابر هوا و هوس اینها. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. بلکه الله متعال میفهمد من الله با عظمت فرستادم برای اینها پندی برای آنها، و یا معنای دیگر آنچه که سبب آوازه و نام و نشان اینهاست که قرآن کریم است. فهم عن ذکرهم معرضون، آنها از این پند که سبب نام و شهرت و آوازه آنها خواهد گشت اعراض میکنن. قرآن را هر قومی که بپذیرد رستگار میشه. تاریخ گواه است. جزیره العربی که اون تاریخ نزول قرآن ساکنینش رو کسی هیچ حساب نمیکرد، وقتی قرآن آمد آقای عالم شدند. همین سرزمین های خود ما، شما سرزمین های فارس، وقتی قرآن آمد، وقتی اسلام آمد، دانشمندانی، مفکرانی، نوابغی رو به جامعه جهانی تحویل داد که نه قبلش و نه بعدش سابقه داشته است. منظورم از بعدش، بعد از اشغال صفویان بر جامعه فارس زبان است. سابقه نداشته. تا اون لحظه که پیرو به قرآن و توحید و سنت رسول علیه السلام بودن، این سرزمین ها عزت یافتند. هر کسی به قرآن نزدیک شد عزت می‌یابد و هر کسی از قرآن دور شد از آوازه و شهرت و عزت خود دور شده است. یا این که پیامبر ما، آیا تسألهم خرجا، آیا از اینها مالی خواستی که نمیپذیرن کلام تو رو؟ نه. فخراج ربک خیر، آن مالی که الله تعالی به تو میدهد برای تو کافی است، خیلی بهتر است از این که از اینها بگیری. و هو خیر الرازقین، او بهترین رازقین است، رزق دهندگان است. نه منتی بر کسی داره الله متعال و نه آبروی انسان رو جلوی جمع میبرد وقتی به انسان رزق بدهد و نه انسان از طلب بدن از او شرم میکنه و نه حساب و کتاب داره با انسان. و یرزقه من حیث لا یحتسب،
از جایی به شکلی و به نحوی به او رزق و روزی میده الله متعال که انسان در حیرت میماند. دعوتگران توحیدی هرگز از پیروانشان مال نخواستند که عده‌ای اونها رو متهم بکنن که به شما دنبال سلطه و پست و مقام و ثروت هستید. نه، برچسبی است، بلکه حقیقتی است که مخالفین دعوت توحید دارند. دشمنی اونها فقط به خاطر این است که بازاری که درست کردن رونق پیدا کنه تا به نام دین مالشون رو به تاراج برند، ناموسشون رو غصب کنند و بر گرده اونها سوار بشند. ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. ای پیامبر من، شما اونها رو دعوت میکنی به سوی صراط المستقیم، راه راست مستقیم بدون شایبه. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اما کسانی که ایمان به آخرت ندارن، عن الصراط لناکبون، از این راه مستقیم به انحراف میروند. نمیخوان در این مسیر باشن، به بیراه میروند. اینها نمیخواند، وقتی خودشون نمیخواند چیکار میشه کرد؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی هر کسی رو که بخوای هدایت کنی، فقط الله هست هر کسی رو که بخواد هدایت خواهد کرد. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت هر کسی رو که بخواهی به دست تو نیست، بلکه توفیقی است از جانب الله متعال که به هر کی بخواهد عطا می‌فرماید. وقت برنامه پایان رسید. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید نهایت سپاس رو دارم. در پایان از الله متعال برای گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت بر مسیر توحید و حسن خاتمه رو خواهانم. حسن ختام این برنامه تلاوت این آیات خواهد بود با صدای شیخ احمد نفیس. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا